تو توی خانوادگی از تو میخواستن توی یک چارچوب مشخصی حرکت کنی به دنیا میای، درستو میخونی، خانم دکتر بشی شدی، مامایی رو خوندی، 60 تا بچه‌م به دنیا آوردی، شوهرت هم سر جات کردی، خونه و خوب، زندگی خوب، همه چیزم داشتی. الان که حس میکنی آزاد شدی میشه بهم بگی دقیقاً چی به دست آوردی؟ حال نداشتم. کی گفت جداشی؟ 7 سال توی مستطیل زندگی کردم. نیاوران بود، دوپلکس بود، آشپزخونه‌اش فلان، اونا مال بقیه بود. ببین کجا رو دارم عزیزم. قبل از اینکه اینستاگرام کلمه حال رو تکرار کنه فهمیدم حال یعنی چی. به خاطر این حاله چیزی بوده ازش بگذری، قیدشو بزنی؟ تقریبا همه چیز. خط صاف بودم، هم تو کودکی در یه خانواده اینطوری ازدواج کردم، همه چی اینطوری و من مجبور بودم تیفون بازی در بیاد که نمیرم. موقعی پول خودم جمع کردم پشتم رفتم سفر، تونستم کف زمین با یه هندی بشینم با دست هندونه بخورم. الهام بالاخره تونستی سفر خودتو بری. هنوزم خیلی‌ها برام می‌نویسن که تو دکتر بودی، داری ظرف می‌شوری. و بعد رفتی چیز؟ کارم کردی مامایی؟ بله. چند سال؟ 4 سال. برو بچه به دنیا آوردی؟ 60 تا. چه حسی داری نسبت به زندگی که پشت سر گذاشتی؟ افتخار. من نذاشتم آینده حال از من بگیره. حال فقط تو حال اتفاق